به نام یزدان بخشنده و مهربان، سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال در سرزمینم ایران. با سبک گزارش اختصاصی من، حساس‌ترین لحظات سوپرکاپ ایتالیا، دربی دل مادونینا، مصاف تیم‌های فوتبال میلان و اینتر رو با هم مرور می‌کنیم. بازی و برد به سمت چپ، باستونی پاس به عمق دفاع، فرار عالی اینتری ها، یک کنترل، موقعیت برای گل اول هست و اونجا لاوتارو ضربه نهایی رو اومد وارد کنه که توپش به بیرون رفت، هرچند مایک منیون هم خروج کرد. پاس عالی او به فضای پشت مدافعین، ریندرز میچرخه به سمت دروازه، تیجانی و این ضربه از او که توپش به کنار دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت. تارمی پاس رو میده، بارلا، دونفریز در سمت راستش، اما تارمی رو میبینه، حالا این سر و توپی که بیرون میره، سر مهدی تارمی. فوروارد ایرانی اینتر دوخته شد، بارلا عالی تغذیه‌اش کرد، تارمی هم تو خوب فضایی نفوذ کرده بود، اما تلپاتی این دوتا همراه با گل نشد. خیمنز بازگشت تو، فافانا، تیجانی ریندرز ضربه نهایی رو هم زد، اما توپش با اختلافی که دیدید به اوت رفت. خود خیمنز پشت محوطه پاس داد، تئو هرناندز ضربه‌شو میزنه و یان سامر. خود تارمی تا پشت محوطه جریمه میاره، تارمی پاسو میده، دیمارکو ضربه‌ش رو زد و مایک منیون اجازه نداد دروازه باز بشه. از این نما مشخص عمل کرده مایک چگونه بوده برابر توپ دیمارکو. اینتر صاحب توپ، همین توپ میتونه به گل اول ختم بشه اگه اینتر قدر بدونه که نه. ضربه مخیتاریان توپ رو به بیرون فرستاد، یه فرار از عمق دفاع اینتر. خیمنز پاسو میده یا نه؟ کرنر. 10 ثانیه میشه گفت مونده که اینتر حمله میکنه. این پاس خدای من، حالا تارمی پاس، لاوتارو مارتینز، اینتر 1 میلان 0. خدای من، آخرین ثانیه نیمه اول، جنگ تازه شروع شد. این هجوم آخر اینتره، افعی حمله شد تو آخرین لحظه انجام داد و تومش رو شکار کرد لاوتارو مارتینز. لاوتارو مارتینز، این شلیک آخر اوست، دور از دستان و پاهای مایک منیون، پای تکیه‌گاه و دیدی و پای ضربش رو، اما اون چیزی که من دارم از این زاویه میبینم زیبایی محضه. این یه هیجان فوق‌العاده است که به همه ما میگه نیمه دوم این بازی پر از آتشه. نیمه اول در شرایطی که تقریبا آروم دنبال میشد، در آخرین ثانیه اینتر گل زد. حالا تارمی تک به تک، تارمی و این ضربه و گل دوم. مهدی تارمی بازی رو 2-0 میکنه. شاهزاده ایرانی ستاره سوپرکاپ ایتالیاست با یه گل و یه پاس گل. خدای من، 2-0 اینتر. چگونه این چنین فرار عالیش از عمق دفاع، کنترل در مسیر حرکت و این ضربه نهایی. هوادارای اینتر اینجور موقع از خودشون میپرسن اگه دوباره میتونستن انتخاب کنن بازم اینتر رو انتخاب میکردن و قلبشون همیشه جواب میده بله. مخصوصا با داشتن این ستاره فوتبال ایران و آسیا، مهدی تارمی. کوکام از بوشهر میاد از جنوب ایران. 52مین دقیقه تئو هرناندز میزنه و گلش میکنه. تئو هرناندز برگشتن شیاطین شهر میلان. اینتر 2 میلان 1. تئو هرناندز کاشته با کلاس او کلاس میلان رو به رخ میکشه. چگونه با هم مرور کنیم؟ این ژست او، پای چپ بوم گذاشت گوشه دروازه. تئو هرناندز این کاشته ها خوراکشه، هر بار پشت توپ میسته داستان تازه رو میشه تو چشماش خوند، داستانی که با پاش و این توپ اجرایش کرد. میبینید صحنه آهستش رو. آیا این نفس دوباره است برای بازگشت میلان به زندگی در این فینال؟ یوناس موسا پاس، کریستیان پولیسیچ ارسال و مهار یان سامر. میلان قلبش از حرکت نایستاد. رافائل لیاو کاتبک میخواد داد و زدن و گل نشد. تیجانی ریندرز میتونست جان دوباره بشه برای میلان.
یک و دو سری امرسون رویال، کریستیان پولیسیچ سانتر پولیسیچ، تیر دو، این پرواز، این سر، سامر ریباند، دروازه خالی. لحظه پرواز امرسون و دیمارکو توپ را به اوت میزنه. حالا سمت راست موقعیت، تارمی بازی بدون توپ، لاوتارو و ضربش مهار مایک منیون. خود مهدی پاس داد، لاوتارو سر توپ میزنه، لاوتارو، دنزل دومفریز ارسالش خیلی بلنده و توپ به عجیب ترین شکل ممکن گل نمیشه. کار عالیه تا اینجاش. تئو هرناندز سانترش هم انجام میده و حالا کنترل، چرخش، ضربه و گل و گل و گل و گل و گل. خدا، کریستیان پولیسیچ، میلان 2 اینتر 2. گل دوم فوق العاده بود. کریستیان پولیسیچ، میلان مثل آتیش میمونه، هرچی بیشتر بهش بدمی تیزتر میسوزونه. فرار تئو هرناندز، پولیسیچ کجاست؟ اینجاست. شروع کرد، نه، تمومش کرد داستان این توپ این صحنه رو. پولیسیچ نفس شد برای زندگی دوباره میلانی ها تا تموم غمهای دنیا از یادشون بره. سانتر انجام میدن تو شلوغی و این ضربه از دنزل دومفریز. باستونی، پاس زمینی او برای تارمی مهدی ضربش رو هم میزنه و میگیره توپش رو. حالا پاس از پولیسیچ برای لیاو و این ضربه، حالا گل. میلان برو دی ان ای میلان رو ببین چی نوشته توش تا متوجه بشی میلان تیم لحظه های آخر رو کامبک زدنه. 3-2 میلان. این لحظه که پاسو دادن برای استفاده لیاو پیدا شد، لیاو پاسو داد. این پاس انگار از قلب تاریخ میلان بیرون اومد، مثل قصه که هیچ وقت پایان نداره. نگاه کن توپ چگونه به مقصد عشق رسید و نیمه قرمز و مشکی استادیوم از شور و شوق زنده شد. میلان 3 اینتر 2 سوپرکاپ ایتالیا. این توپیه که لیاو به تامی ابراهام رسوند. سوز داره این لحظه واقعا. 2-0 جلو و شوسدا به بازی تمام. میلان 3 اینتر 2 سوپرکاپ ایتالیا رو میلان میبره. میلان همون تیمی که بی دعوت به قلب آدم میاد، بیان که بدونی چرا، وسط قلبت خونه میکنه، کارشو بلده میلان. موفقیت‌هاش و قهرمانی‌هاش، فوتبال همینا رو میخواد و میلان خوب بلد راه دل بردن رو. مثل یه راز بود این بازی، اما سرجیو کنسیساو میدونه چگونه بتونه این راز رو برملا کنه و نشون بده که میلان در مسیر بازگشت به زندگیه. فوتبال رویایی امضای آخر رو بزنم، چون واقعا دیگه توانی نمونده. در پناه نور و عشق الهی باشید تا گزارش دیگه با این سبک و سیاق. خدا نگهدار.